سلام، زهرا هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم با داستانی به اسم جزیره عروسک ها. این جزیره در مکزیک واقع شده و یکی از مقصدهای گردشگری وحشتناک به شمار میره و کمتر کسی میتونه اونجا بدون احساس ترس اون جزیره رو ترک کنه. جزیره عروسک ها در شبکه‌ای از آبراه‌ها در جنوب مکزیکو سیتی واقع شده. یک دختر بچه در اون منطقه غرق میشه و مردی به نام جولیان اون و عروسکش رو پیدا میکنه. جولیان در اون منطقه تنها زندگی میکرده و خانواده‌ای هم نداشته. جولیان به احترام اون دختر اون عروسک رو به نزدیکترین درختی که اونجا وجود داشته آویزون میکنه. از اون به بعد روح اون دختر توی اون عروسک رسوخ پیدا میکنه و جولیان ادعا میکنه که صداها و فریادهای دخترانه‌ای میشنوه. جولیان برای آرامش روح اون دختر عروسک‌های بیشتری رو به درختان آویزون میکنه ولی موفق نمیشه. گفته میشه که جولیان تا لحظه مرگش صداها و فریادهای اون دختر رو میشنیده. در حال حاضر این جزیره یک جاذبه گردشگری محسوب میشه و گردشگران ادعا میکنن که چشمهای عروسک‌های آویزون شده اونا رو دنبال میکنه. مرسی که این ویدیو رو تا آخرش تماشا کردین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. لطفاً ویدیوهای ما رو لایک کنید. اگر دوست داشتید نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و سابسکرایب فراموشتون نشه. مرسی.